درود. اخبار مهمترین روز رو از استودیوی رادیو آزادی شهر پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه تنش‌های هوایی میان تاجیکستان و روسیه شدت میگیرد. تاجیکستان پروازهای اورالسکی اویالینی و روسیه از سومون ایر را منع کرد. وزیر امور داخلی ایتالیا اعلام کرد که گمانبر به حمله خونین به مرکز شهر برلین در شهر میلان ضمن مقاومت با کارمندان پلیس کشته شد. و مشرف قاسم و میگوید بازیدن نقش مادر آرزوی همیشگی او بود. این بانوی هنر به سین 98 رسید. همه مادرم سرگذشتشون میدونستم. ای خدا گفتم کی کلام میشم مادر آواز میکنم. برنامه را با شدت گرفتن تنش‌ها میان وزارت‌های نقلیاتی تاجیکستان و روسیه شروع میکنیم. مقامات تاجیک پرواز هواپیماهای یک شرکت روسی به تاجیکستان را منع کردند. به گفته مسئولان وزارت نقلیات این اقدام جوابی به قرار روسیه است که شرکت سومون ایر را از حق پرواز به چند منطقه کشور محروم کرد. در یک ماه آخر بار دوم است که دو کشور در مورد ارتباط هوایی بحث و کشمکش میکنند. مردان محمد تفصیلات دارد. یوسف رحمان سردار ریاست اویاسیون گردشدنی وزارت نقلیات تاجیکستان که در رأس یک هیئت دولت تاجیکستان در شهر مسکو قرار دارد امروز به خبرگزاری روسیه گفته است که پرواز هواپیماهای شرکت اورالسکی اویالینی به تاجیکستان موقتا قطع خواهد شد. با گفته یوسف رحمان پروازها از 4 شهر روسیه کراسنودار، اوفا، چلیابنسک و کراسنودار به دوشنبه از ساعت دیم وقتی مسکو روز جمعه 23 دکامبر قطع شدند. در همین حال تیمور حکمتوف سخنگوی وزارت نقلیات روسیه روز 23 دکامبر به رادیو آزادی گفت که مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و روسیه در مورد تنظیم پروازها میان این کشور بدون نتیجه انجام یافته است. این مذاکرات روز 22 دکامبر در شهر مسکو برگزار شد. روسیه از روز 23 دکامبر پرواز هواپیماهای شرکتی سامان ایر تاجیکستان به بعضی از منطقه‌های این کشور از جمله قزان و ایرکوتسک، ارنبورگ و سوچی و نوسیبیرسک را منع کرد. ولی در حال حاضر این تحریم به پرواز هواپیماهای سامان ایر به مسکو و سنت پترزبورگ دخل ندارد. مقامات وزارت نقلیات روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفتند که تصمیم آنها در پی راضی نشدن دوشنبه به پرواز هواپیماهای شرکت یمل از مسکو با دوشنبه و خوجند گرفته شدند. مردان محمد شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه. مهمترین بخش مسافران هواپیماهای تاجیکستان و روسیه مهاجران کاری تاجیک هستند که با هدف کار و روزی به این کشور میروند و سالانه شمارهشان در حدود 1 میلیون نفر میرسد. کریم جان یوروف تحلیلگر امور مهاجرت در روسیه میگوید از این جنجال مهاجران تاجیک جبر میکشند. این ماجرایی که در بین دو دولت بین روسیه و تاجیکستان درباره شرکت‌های هواپیمایی که به سر زد و سبب قطع شدن پرواز هواپیماهای سامان ایر به شهرهای مختلف روسیه به غیر از مسکو و سنت پترزبورگ شد. این پیش از همه به ضرر خود مهاجران به ضرر مهاجران کاری از تاجیکستان می باشد و پیش از همه حکومت تاجیکستان و شرکت‌ها و شخصان علاهیده به این شرکت‌ها دخل دار باید پیش از همه فکری مهاجران کاری تاجیک را کنند که با چه عذاب مشقتی که بر روسیه آمده عائله خود را در تاجیکستان می‌خوانند و پیش از همه نه مسئله کیسه خود باید که در فکر مهاجران کاری باشند، در فکر خلق تاجیک باشند. و در ادامه موضوع مهاجرت دومای دولتی روسیه روز 22 دکامبر قانونی را اصلاح کرد که بر اساس آن در برخی از مناطق این کشور برای قانون شکنی های خرد به جای اخراج یا دیپورتاسیون مهاجران را تا 7000 روبل جریمه میکنند. بر اساس کدکس پیشین قانون شکنی های ماموری قبلا اگر مهاجر قاعده راه را ویران میکرد یا پول تلفن را نمیسپرد او را از روسیه میراندند. از این پس اول جریمه میکنند و در صورت تکراری قانون شکنی میرانند. از کریم جان یوروف پرسیدم که آیا این تغییرات تا کجا به منفعت مهاجران است؟ گپ در سر آن است که برای آن مهاجرانی که قاعده مهاجرت، قاعده راه و دیگر قاعده ها و دیگر قانون های روسیه را اگر که در مدت 1 سال یک بار ویران کردن از روسیه اخراج نشوند و به جای آن جریمه بسته شود و از دیگر طرف این قانون یک گفتنی هستند که این یک بهبودی به مهاجران میارد. در اصل چنین هست ولی اینجا باز بعضی مسائلی هستند که
با اون خاطر که این هم اخراج کردن یا نکردن مهاجر به خودی همون دادرس ضمیمه کرده شده است که در دادگاه اگر دادرس خواهد او را اخراج میکند، اگر نخواهد نه. و از طرف دیگر این هم یک پر کردن این بودجه خودی روسیه می باشد، چون که ما میدونیم که تحریم‌هایی که بر ضد روسیه در تمام دنیا پیش گرفته شدند و وقتی که آنها خودی پتن را جاری کردن و دیدن که چقدر مبلغ زیادی به دست آوردن، در خود حاضر تا ماه اکتبر سال 2016 از اول سال علاقه آنها 38 میلیارد روبل روسی مهاجران به بودجه روسیه داخل کردند. کریم جونیوروف رئیس سازمان اتماس و حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه صحبت میکرد. وزیر امور داخلی ایتالیا گفت که ماموران امنیتی کشورش انیس اومیری گمانبر در حمله برلین را که 12 نفر را به هلاکت رساند در میلان کشتند. مارکومینیتی روز 23 دکبر در یک نشست خبری در روم گفت که انیس اومیری به هنگام تفتیش پلیس با تیرپرانی آغاز کرده در آتش جوابی کشته شده است. به گفته وزیر فرد متهم به جنایت هنگامی که کارمندان پلیس از او حجت پرسیدند به سویشان تیر کشیده است و یکی از آنها را زخمی کرده است. شام 19 دکبر یک ماشین بربر که احتمالاً انیس اومیری سری چنبری آن می‌نشست به بزرگچه سولینوی حمله کرده 12 نفر را کشت و 48 نفر دیگر را زخمی کرد. فرمانده کل ارتش سوریه 23 دکبر در بیانیه اعلام کرد که دوباره کنترل شرق شهر حلب را به دست گرفتند. با بیرون شدن گروه‌های مسلح و غیر نظامیان از شرق حلب، این شهر به طور کامل تحت نظارت نیروهای حکومتی بشار اسد گذشت. این بزرگترین پیروزی برای حکومت او در جنگ داخلی سوریه است که از سال 2011 آغاز شده است. جزئیات بیشتر در گزارش طاهری سفر. طرفداران حکومت در شهر حلبی سوریه به کوچه‌ها ریختند تا آزادی شهر از دست شورشیان را تجلیل کنند. شب گذشته بعضی از کوچه‌های حلب پر از هیاهو و شادی بود. من امروز آنقدر خرسندم که در بیانش عاجزی میکشم. ما باید امروز را در سوریه روز عید اعلان کنیم. ما مردم حلب هستیم، به زندگی پیشین خود برمیگردیم. امیدوارم آن مردم سوریه که از کشور گریختند به خانه هایشان برمیگردند. آخرین گروه شورشیان شهر ویرانه حلب را ترک کردند و تمام شهر به دست نیروهای حکومتی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گذشت. فرماندهان کشور رسما از آزادی شهر خبر دادند. به شرافت جانثاری شهیدان و نیروهای دلیرمان، فرماندهی ارتش و نیروهای مسلح اعلام می‌کند که بعد آزادی حلب از تروریسم و تروریستان و بیرون بردن آنهایی که در شهر مانده بودند، امنیت و ثبات به حلب برگشت. گروه خرده از شورشیان در یک ناحیه پناه برده بودند و بر طبق سازش دو طرفه شب 22 دکبر با اتوبوس‌ها از این شهر بیرون رفتند. تلویزیون‌های دولتی سوریه نمایش دادند که چگونه اتوبوس‌ها 150 شورشی و اهل خانواده‌های آنها را از حلب بیرون میبرند. از سوی دیگر اتوبوس‌ها مردم درستایی را بیرون آوردند که در شهر ایدلیب در محاصره شورشیان مانده بودند. در این دو روستا در الفوا و کفرایه شیعه مذهبان و طرفداران حکومت بشار اسد زندگی می‌کردند. آزاد کردن حلب از دست شورشیان در جنگ 5 ساله داخلی در سوریه یک پیروزی عظیم برای رئیس جمهور بشار اسد به حساب می‌رود. در این جنگ صدها هزار نفر کشته شدند و صدها هزار نفر دیگر بی‌خانه و درماندند. برمیگردیم به تاجیکستان. تعدادی از مهاجران تاجیک اقدام خیرخواهانه را پیشه کردند. آنها با تأسیس یک بنیاد عزم نمودند که به هموطنان نیازمند و معلولشان در تاجیکستان کمک رسانند. آنها میگویند با چنین تصمیمشان سرنوشتی دردآلود بعضی از قهرمان‌های گزارش‌های رادیوی آزادی باعث شده است. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. گروهی از مهاجران تاجیک بعد تماشای وضع سخت زندگی معیوبان تاجیک در سامانه رادیوی آزادی به کمک آنها شتافتند. پرویز ابراهیموف، تشبثکار اصلی این خیریه، نخست به کمک تورخان کریموف آمد که در نتیجه صدمه نقلیاتی میانش شکسته و 9 سال باز بیستری است. ما در مسکو کار میکنیم و بچه‌ها هم مثلا هر موسم جمع میکنیم آیدکار خودمون هر موسم جمع میکنیم. من رفتم چون آمده این کار تاجیکستان رو کردم خیلی برام یادم. من خودم همون چنین تقریبا متال موسما
میارم چند تا سونه جمع شد با این خلق تقسیم میشه که با خیرش میکنه کدومی که من در خیر کرد من میبرم مردم در خیر میکنه تمام. تورخان کریموف حدود $70 نفقه میگیرد. این مبلغ تنها به پرداختن نصف پول خانه اجارهش میرسد و او از ناچاری چند سال باز طلبندگی هم میکند. پرویز سپس به خانه مادری آمد که 30 سال اینجانب فرزندان معلولش را نگاهبانی میکند. صنوبر 30 ساله، لطافت 24 ساله و نصیبه 20 ساله فرزندان تاشبی جورکو به بیماری نادیر گرفتارند. به گفته مادر کودکانش تا 7 ماهگی درست به وای می رسیدند ولی بعد از آن از رشد ماندند. چند کس گفته همسایه‌مون گفته تو زنک چی قضاب کشتی بتی اینترنت بتی ما نگاه بین کنن دولت ایاره دکتر دارن ایاره چی دارن گفت تو میگه پیکی گفتم دیم بورا نگی گفتم من به امیا زنده گفتم نگی. این خانواده که برای هر دختری معلول 130 سامانی نفقه پولی میگیرد از کار نیکی مهاجران تاجیک خیلی خوشحال شد. فاند خیریه با نام فاند تاجیک ده ها مهاجران تاجیک در یک جایگی تأسیس دادند. طول 6 ماه است که فعالیت دارد. داغستان، چچنیا بودن مملکتایی که مثلا خیلی جمعیت خیر مقصد جمعیت جمع میشدن یک سوم جمع میکردن خیر میکردن با اویلای به نهایت کمیزات همه چیز من هوسمند کرد همه چیز رو نورو را من دیدم من خواستم که یک سهم خدمت به همه وطن و ملت خودم بگذارم با یاردم غریب بچه‌هایی که در روسیه هستن با ما یاردم میکنن تیارن که یاردم کنن تا که ما خدمت به مردم تاجیک به وطن خودمون خدمت کنیم. در این مدت به مبلغ 180,000 روبل روسی به معیوبان و بیماران و نیازمندان تاجیک کمک خود را رسانیدند. در آینده نیت دارند با جلب مهاجران دیگری تاجیک خیریه فاند تاجیک را وسیع‌تر کنند. مشرف قاسم و هنرمند مردم تاجیکستان اخیراً 98 سالگی خود را در کنار پیوندان تجلیل کرد. به هنر این بانو در داخل و خارج کشور زیاد کفکوبی کردند و چندین نسل تماشابینان از بازی‌های او در صحنه حلاوت بردند. مشرف قاسم و در صحبت با براد یوسفی گفت که نوبست از گردش فلک و بازی‌های تقدیر او خود را زنی خوشبخت می‌یابد. همه مادرم سرگذشتشون می‌دونستم. خدا گفتم که کلام میشم مادر باز میکنم. سونی تئاتر با گلچهره بخوای و گفته که اکتریسه بودن وقتا گلچهره اون کس فقط مادر باز میکردن. همه هم که یکم ریاد با اونده میشتم زلبه گوش کرده که همین کس برای مادر شوم. یک روز هم گفتن که پگه از مسکو کمیسیم بیاد و فلان سپیتاکل میمانیم. گلچهره بقایی و خورفت این کسل تپشان بلند از بس که دوست میدارم همین رول ها خود به خود من به یاد شدگی لیکن یاش حالی پیری نیست. سانی با چیکار میکنیم پاک کمیسی هم بیاد. سانی رجیسور با گفتم که من بازو میکنم کیا مادره چخیل تو مادره بازو میکنم من گپشم همه میدونم بازو میکنم. سانی ماندن برای کمیسی های مسکو 4 کس آمدگی در را پیرانه پوشاندن در را چه گیریم که قرض کتی برام بده همون کسا مادری بازی کردشان بازی کردم. گزارش مفصل درباره مشرف قاسم و به زودی در وبسایت آزادی نشر می شود. و یک خبر ورزشی داریم. موزن تاجیک شوکتجان رحیمов در سبقت بوکس حرفه‌ای عنوان قهرمان سازمان جهانی بوکس میان جوانان را نگه داشت. او در شهر سنت پترزبورگ روسیه در وزن اول سبکبر رولند آلدیا از فیلیپین غلبه کرد. شوکتجان رحیمов از راوند اول تشبث را به دست گرفت و بعد سلسله ضربه‌های سخت و نشانرسی او در راوند دوم داوری رنگ قوه‌آزمایی را قطع کرد و دست موزن تاجیک بالا برداشت. این ورزشکار 22 ساله عین حال در شهر سنت پترزبورگ به سر میبرد و در مسابقات بوکس حرفه‌ای تاجیکستان و روسیه را نمایندگی میکند. با این خبر خوش برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. برایتان استراحت خوب می‌خواهیم.